असली वतन में जन्नतें पुरचा हज़ारों नेमतें नेक बात हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें नेक बात हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें। बोनगेज गुन अल्लाह है मेहरबान व बख्शो के नामा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ गुली चारुकान सलामो दुरूद। उम्मीद के हर जास्तित द्रो सलामत व सरबुर्दो सोबेद राज के शमा गिंदित मशमा बेच खानसूरे हंदू दमगास्तन वावती के रुपानादा लाते दोस्तो ब्रास व मजन स्पित्रिश दारन किलोटान गुंशान गपुत्रानी कनन बेच खानसूर मर्दम जिंदगी बारवा व हनुनवती पानादा यक स्पित्रिश व वाजे दारन रवान गुणशी दुरुस्ती बन व दीवाना दीमा वरन हुमेते किता दीवाने गुरसरा गिंदो को चारों बेत सलाम अलैकुम जी वालेकुम सलाम बी तो तपम्मा पा इसल को कंदरुस्ती कने बलियान बंदग मजलूम शाह खुदा ने जरी जागुन नूतानी और हमें दिए मलिक के करिया गुश्तग बैन हम शोरा व हम मलिक व हम हमाकारा बाज शर्त के वता पम्मा व पा इसल को कंदरुस्ती करतेत बीच मा ई मंतगा व यंद दमक मशमानिस्तान दुरुस्ती कनेत केश नाम चीता इदा ई उलसवाली च खानसूरी तो अम्मा करार दारम बे 5 किलोमीटरिया उलसवाली है به منطقه به نام ایرنداز گشتگه بیت سرپدید به ایرنداز نام باروا ایرنداز یک تپه مقبول قدیمی که منطقه آثار قدیمی و به می نام همه ایرنداز گشتگه بیت انگتا دن نام جای که برون گندن دیستگه بیت بله آن دیستگه بیت هر گوجا دیستگه بیت اما رگشتر معلومات و سرپدیدت بید مردمانی که دنا گوجا مردم زندگی کنند به منطقه تا بلوچ عموما ای وطنند پشتون هم امدا زندگی کنند و کریجات بازن چه خانسوری تمال داریم دارای 350 کریه بید بله هم پارسیبان هم هست ده و گشترکی پشتونند و عموما وطن هم بلوچند دیگه شیشی دیگه چی آگاهی شما رب دهن که اما همیشن تنون به می خوشسالی یعنی تا گیر کرتگن تقریبا 4 سالم به خشکسالی گوازینن که شی 4 ساله 1-2 سال دیمتر آفاتو اما موتی دارو نداره ریتن دگاره که بلکه شیشی یک آسیلی بگیرن که همه آف هم یک هفته گو دارو چه تو آفوش کو تو آسیل هم نابودود و اما جندم دیگه نون به پکر الهی نوشتاتان آخر ختن چیزی نداری وطن خشکا وگند و امنی جندم تقریبا 2 دانک باگ دارین که کم شکم دالک اوغانی من سرش مصرف کرده بخی زحمت فراوان کشتون ولیشن که بهم 4 سال خشکسالی نوشه بیافیه دستا دارند خشک بیند و اما وطنم امیانون پیلم پا آفی آشامیزنیه بیخی سرگردانن که اما زاگ یا توین یا گوندین شده رود 3 ساعت را شانی مگا گو ایوانا یا گو وسیله کسی که وسیله داری وسیله انت و کسی که نداری گو ایوانی فوت آفی ورگ رسینید قدیم وقت اما چا که آفوتاند وش بوتاند اما ایشن که آف 4 سال خوشسالی تا منتان و آیان و می جنده دسترس تا چا موچی شور گشتان دورین وطن این تشاده یک جای آف و دیه بید و اما پا وطکارن اگر ایش را امارات اسلامی گمام کاری کرتین و اولین فرصت تا اما رامی آفی آشامیدنی ابداتین تا به دیگه آف خدایی و به دست خداین تا به دست حکومت نیست که کسی حکومت هم موثرگی که پچی آف نیند شما انچه سرپایدات بیوتی باگان باروا ای باغان تقریبا من 15 الا 16 سالند که بنا کرتون و آمده کرتون توتند بته انجیرند و انگورند دیگه انارم بودند که تخمینا مثاله تا اشک بودند اما برتنش دیگه چارگی ندیستم با آتش امی سه 4 خاصیت باغا اما دارن و بدون بغیر شاوان درختان دیگه سبزیجات داشتن دیگه سالاک گوریه داشتن بانجان داشتن کدو داشتن و میارو چی سبزیجات عموما که ورگی نستن ما داشتن پیلن و خوشسالی امیرن به حالت اشکوتینن تو اما امیرن به امید خدا نشتن که چیه بیت باز داشته که بباره ما معلومات انو شما گوشت تمی چون سالی که آپ نه توش سالی تا ایشان نونی نابش گجا رسید نونو مخیا پیلوتان تی درچ بباره ما سر پیدایت
دیمه وقتانی تا که آب کاتم ما می دا ذخیره آب داشتن آوان آب کرتن و امی چام وشتن و امی باغم وشن رو براتن و امی همه چیز کار رو برات نون 4 سالن که خوشسالیند آب شور بوده به ما درختانم که دین دارن درختان اشکا کنند آواز یک پرورش دین نفع نکن دیگه چه آب شور بوده و درختان نرسید به سبزی نرسید دیگه نو به میالتی گم شوری نگذاره کنند دیگه چاره گیم پا ما نیست تا امید خدا بعد شرطن بیوتی باگو درچان بارو معلومات داتید به هندو دماغوی منطقه نام واسطه مارا معلومات داتید انش ما بيت گوشت کی ایدنا زاگان رو دینا گو تعلیم وانک جاش چونه کانت ایدن وانک جاو مدرسه و مکتبی است بلیان یک مکتبی دارم به نام مکتب ایرنداز یک دیگری هم دارن امی که می دسترسی تاتن وطن مکتب دارید بلیان مکتب هستند یک دیگر امیر بنیادند و به دیگر سایرانی ولسوالی توین بی پایانین کرگو جبرو مکتب هست بلیان زاگ به آموزش آوتیا ادامه آدین جنی کو بچک درس وانن بلیان جنی کانم پیلن تا سمپ 6 درس وانند بچک تا 8 و 12 درس وانند همه دسترسی تا ای مکتب هستند شما جنده زاگ اولاد درس وانن بلیان امنی جنده زاگ درس وانند بلیان تا سنف چون تا رستگند تقریبا یک زاگی دارین 7 رسته یکی دارین 8 رسته یکی دیگه 4 ایند جنه کم تا 6 وانتاند و این برانی اما گردین تام مرا سرپدی داد به مالداری وارا ادا بیسرا و دیم ترا مردم گورم دیستند چه قانسور نامتوار دارید بشی بارا مار سرپدید انو چونی تا دیسته گبند انو نم مالداری هستی بلی آن وطنه تا ولی مالدارم به خط پایان رستان دیگه مالش بیخیش دستهش روند ندارن چیزی اما مالم کپتان همه جردی والا این تشه گوشنگیه دیگه چیزی نیست که بدهند و هم به میشانی توجه هم اگر ما همکار بایند یا خارجی موسسه یا داخلی حکومت بالاخره مالدارم به خط آخر رستان به ضعیفترین این حالت قرار دارند دیگه شی و بدتر اما نبایند اگر این ساله تا آپش مید و امداد بیرونی هم مبید دیگه کاملا نابوده بایند چیزی نمانی تدا فکسی و وطن خراب بید اگر ما حکومت یک گوجام همکاری کرسین انشالله بازم توانتن و تراش همی سالانی تفساتت یک امیدی پا ما حتی و بازم همی امید اول خدا انتو بازم به همی حکومت سیل کنن که ما چی همکاری بکند و اکشاوانی توانا بیت هم کوتاهی نکنند و خدا بکن که بیاوانی توانا همی چیز برابر بیت شما بی سڑک کے بارے ہمارا معلومات دیتی تھی راو سڑک کا شما دی الکاوتی است شما راو سڑک جوڑند بلیان اما همی جاده شنی پر ای دارن جوڑند خوب یک کامو کو که چی بوده خراب بوده گذاره ای هست اگر ما کسی همکاری کن تمام ده اما یک جای دارن که سیلاب سال قدیماتن تو همه سڑک کلان خراب کرساند اگر در آینده آپی دیگری ہمارا خدا بدن بعض هم راگو خط عمومی ولایت بسته ولسوالی بسته همه مریض همه دسته سر مانند بعض شرط که گون همه گپ اتران کرتی تو جوانین هوا کٹو که معلومات پرتفولی مار دادید جوڑ به تمام شما جوڑیا لوٹن و بعض هم ممنوعن که قاید شما سری جانید و همیشه امیدوارن که به ما همی خارجی موسسه که قاید بچه خانسوری نیمگام یک نظری بکنند تا انو اما بجز یک موسسه که به ادا آرسدند که به نام سازمان جوانان آینده افغانستانند عمومیند که به دیگه ولایتان بدن تا انو پیلن همه ما کمکی کند ما ایتا یک نگه کامل ما خرجه ندن نیما خرجه رسینید دیگه هیچ موسسه به ما اثری نجاته و شما آگاهی نگفته که ادا مردم هست یا کسی هست نیست چونند و شرط که گون همه هم گپ اتران بودید بعض منتور ششما جوڑ به خدا تی امرا عزیزان گلن شاروکان هنووتی پانادا یک واجه دیگه دارن مالداری و ای پس بوز واندتا روان ششی سوجا گیرن به پس بوز و مالداری بارا که ایدناوتی پس بوزان به چقانسوری تا چون ساتید ای وضعیت ای حالت قانونی نست ای گوتی مالداری چون ده وتی زندگی دیما برد و ایشی مالداری چون که دا گوزید امیدی که تا گرسرا ای واجه خبران دلگوشی کد روان گونای درستیه به سلام علیکم جی وعلیکم السلام ضرور جوړ تیار سلامت به ایمان وان به بیت تا په ما پایسل کول کن درستی کنه نینام عبدالعلی عبدالعلی جان واجه بیچ ما بیتی کاروبار بارا گوشید اول پیسر مارا گوشی که گجا هست گجا زندگی کنه
زندگی में चखान सूरी था मगन गुजा منطقه تا चखान सूरी था में ये निंदा था ایرنده تا زندگی کنید اون باز وشسته گوشت که چه کاروبار داری شما मैं मालदारी دارم मालदारी کنم مالداری تا چی مال ساتید پاس داری بوز داری گوگ داری چی داری پاس و بوزار پاس و بوز هستن چی که پاس و بوز داری یارا وقتا بعد از من 160 نون میرن 60 په ممنته دیگه شم دستا شده چی دلیل و نیمون بکش کم بودن فهمی خاطر نه تو ساعتی بس بعض خرج کو تو بزاگا و په مالا نون می دیگه کداری نم بس می جواری پوگا دیگه چیز نداری پی پاس و بوزانی ساتینا پی مالانی ساتینا گوجام پسکی سوریان شما دیما دارید چه مشکلاتی دارید مشکلات همیشه که ما نون پاگه ارکز گمان کمک کنید پمی که پمالا کم پارتا هر چی کنه که همه مالا می گوٹا کپتانو زاگم گوٹا کپتانو بخیر می آخری ختم مچ با کنم با انا بیش لاگری کپتاگن یعنی 5 دانه بار با که یک قیمت انا روانی رنگ لاگرن یعنی اچ سره رسیدگی نبی خوارن نه خوارن همین انگار ما زندگان رنگ نتوان ندارن که رنگ ساتین که پازور باین یعنی پای باره قیمت هم ندارم مثلا میرنگ نمیشنگه که بلکه باران خدای می نوکن سالاس خوب کنه اگر نبود و شمی دستاره و نتوانه ساتن شی وقت پس مالنا شیشان شیر و میانم کار گرت هم کس شما است که شما را شیر دهند تاجگ دهند دوگ چیزی بی قایمین شدن ما پادون چمند مالداری کرتن و تاجگ در شیر داشت و مگی 3-4 سال خوشحالی بود که آیی لاپ می گوٹا کپتاگن نزن و زاگان ساتن که مالان ساتن انو گجامان لوٹی ساتت یار پہلے والله نیو نردو نه مگر نبود آخر مالان بلا بود و زاگان ساتن باز جانه کارت که زاگان ساتت که مالای بلا بود نتوان شو وساتی رویم شما لوټه گو شما واغ شما درخواست مسئول ذمہواران چه مقامات پیوست شما مالداری واسطه مالوٹن کو گما که کمک کن پای مالداری واسطه پای مالا که جواری یک چیز جو دای بس ما خوشحاله که پای کمک کن پای مالدار تانو نبوده شنون نبوده بعض داشته که گونه ما برداره در ما که شما مکیاتی میسر سر جتی مثلا الله خوش شما را کامیاب کن می شما یاتینا خدا شما ری وزید دین تو خیر گنده بس ما شما خوشحاله که میاتی الله ما را که مهربانی بی بل خدای رحمت که یکابی بی می شما سر که یک کسری بی خیر گنده که میاتی یک سوجی کرته می دل شما خوش بود سلامت بس خدا ترا عزت شما را درود گل چاروکان بعض شرط کتی د بکترا گون همان اشتت و وتی بلوچی دیوانش افغانستان ملی گوش گنده گندوکو چاروک است رازی که شما گندت مجمع مجلس و دیوانه گون اسپیتریش و گون وردان گون مالدار و گون کشاورز و بازگران نشتان دیوانه دیما برن وقتی که شما هم دیوانه تی دم کترا نشته تو چارش مر دوست پسند بید ان وقتی پانا دا یک واجه و یک اسپیتریش دیگه دارن روان گونشی درستیه بن و شیشی جست کن سوجه گرن بدون زندگی بارا و به مالداری بارا امیدی که تا گرسرا گندوکو چارو بید سلام علیکم و علیکم السلام دیتو تا ما و پا ازیل کن درستی کنید بله نینام آجی سید نور انتا امدا زندگی کنن دیمتر سالان که ما امداتتن چه خانسوری تا آب و آبادیت کشاورزی و مرنگین کار کرتن انون الله امر قدرت دم حساب امی آب و آبادی نین دیگه میرن سیل کنن بی الله درباره ما چیزی که داشتن تمی ساتا و ترا ساتان دیگه نون بیومی تا الله یا سب کرتن تنگتون که باز شونه بید دیگه مالداری داشتن مالداری هم ضعیف بودن و ما چیزی که ما دیما جمع کرتن کشاورزی روگا که به حساب بازگری بود رو ویرنگینن اوانم وارتن دیگه نون شدو بعد بسیله کن الله قدرتن که الله شونه کنگم شما چه مشغولی دارید چه کاروباری دارید دینا انون پیلالن کاری نه ته اصلا کار و روزگاری نه ته به می حدودا چه خانسوریا اصلا کار نه ته مالی چیزی هم داری شما آن به معلوم نه کم معلوم داشتن گوکم داشتن دیگه مالان دیمتر عبدالله رامیدا گوشت باشما که به من اندازه هر مردمی که داشته مالانش دست داتن دیگه ودی جنده ساتن تک دو دیگه بره خدا چیه کن شما چی که وقت واده که دن زندگی که چه خانسور چه خانسور موت انشالله و رامان 30 سال پورا کنیم که چه خانسور است چه خانسور زندگی بلیان گوسته سالان شما کشت و کشارم داشته تیدین وقت بلیان آن کشت و کشار داشتن خلاص اما گزاره بود اما سال خرجی کات انونی چون سال که خوش سالی آتا دیگه توانه ندارن که به حساب رون خارجه یا دیگه جاگه شبیه توانی همیده کپتان دیگه نشتن دمیسد شما ازاک چون تحصیل وانگیم داشته گن تو دارند؟ بلیان الحمدلله من سایزاک داریم به مدرسه
تو دانک سمپسیان تو یک بازار 13 تحصیلیشان دارن. شما جنده روزگار کاروبار که دینه دارید روچنا که نوتیان چونه گوازینید بیکاری وقت وادا گساستید یا دن ناره گوازینیدش؟ یاره بیکاری انت دیگه ایرم بیکاری انت که بیخیش بیکاری دستا دیگه اما میرن گویتن که بیخی باز بی آخری حالت تارستان یک وقت یک جا یک کاری بیت رو نگن انتی رنگین کاری نه که ساعت می تیر بیت می رنگین کاری بودی که مردم جنده ساعت تیر بودیم به حساب مود مشکلی تنگو ما کارا اجوانه بود. کوئی بیکاری تا کاری باید پیدا بی که شما تی وقت وادا گوازینید؟ امی رنگین کار من مچی کسته میدا گو آپاینت وقتی که آپی الله ماره نداتن دیگه نشتا انگسا. آن دیگه صبر کنید. آو دیگه. شما لوटा گو با ها گوت سر شما مسئولی رو زموارن چی تا؟ اما چیزی که مسئولینانی واسو قدرت تابید او دم در آتان تمیدا سروی کرتان تو به حساب عام بوماوتی واسو توانا اما کوشش کنن به خاطر ملت تا که ملت تمیدا جابید دیگه اگه واسو قدرتش مکاشید دیگه شاوان واسا مروی عام نون دستا بالا کردن که الله تاوره ده عاقب ده که ملت کاست می غریب و مظلوم ملت تمیدا بید بعض شرط که گون هم ما برداده تربی الله سپارتون شتم خوش بودن که تاعت ایدا امارا دیسته و گما مجلس کرده و اما توار و ایشانه به جهانه و به مردمان رسینته کامیاب و سرفراز به سلامت بید. عزیزان گل چاروکان باز وشال سوکیتی دموکترا نشت توتی بلوچی دیوان و پریامش افغانستان ملی گوشگنده گندوکو چاروکتید. ایشات واجه و اسپیتریش و کماش و مردم مالدار بازگار و دیکانان خبره اشکت تو دلگوشی کرتید و چارتید که چی گوشتن و ایشان و هاگلوتک گی شمی اوش سالی انتا و بیهاپی بارانتا و ایشان و هاگلوتک شام مسئول و زموارن همیشه تکی بی آپه واسطه هم گوشان مدد و همکاری بید بی وارتین آپه بارا گیشتر و ای که کدین و گجام وقت وادا شادیگر دیما آپی که تو آرو به اصطلاح آبش آسمان پیشان رسید ابر یز که واوند جنده لطف و کرم و مهربانی تک آبی برسینید و گیشتر ایش تک مسئول و ذمہوار و مؤسسه دانه بیلوسوالی چخان سور سرا گیشتر دلگوشی کنند و مدد و همکاری گیش بید. بعض شرطو که تی دموکترا نشتت تو دیوان چارت تو دیستید دیوان به گرد سر رستا و همه دا علی تو علا سبید تا بانده و تا دیگه دیوان و پریام بشمه لوگو میتاکین از منوٹین اما دورنزاد شمه ساتوک فرهنگ دین و قرآن شتا شمعگ سیتا بجاہیات بدعات ہمیں غم دلیتا فرهنگ دین و قرآن شتا شمعگ سیتا بجاہیات بدعات ہمیں غم دلیتا رسم و رواج گردن بروچ و بشپیتا ترکنت نبی سنت ہمیں غم دلیتا شعر و موسیقی و ساز ہستی گسانی تاباز نئن قرآن یا آواز ہمیں غم دلیتا فرہنگ دین و قرآن شتا شمعگ سیتا بجاہیات بدعات ہمیں غم دلیتا رسم و رواج یہود وارتن رشوت و سود ہر سال و ہر مہیتا